فقط 8 ساعت کاره. میدونم خیلیاتون توی این بازار به هم ریخته دارید میدوید، دارید میجنگید، ولی فقط 8 ساعت کاره. این رو آویزه گوشتون کنید. زندگی فقط کار نیست. زندگی تفریح و شادی و داشتن آرزوهای شاده. فقط 8 ساعت کاره. بعضیا میگن نمیشه، باید شبانی روز کار کنیم. این که 8 ساعت فقط مضحکانه است. ولی من میگم طبق قانون کار عمیق فقط 8 ساعت کاره که تو رو از زندگی جدا میکنه. ای کاش باور داشتیم که 8 ساعت کار، اون هم به صورت درستش، میتونه روزت رو بسازه. نه اینکه کم بیاری، نه، فقط باید عمیق کار کنی. توی اون موقعی که باید کار کنی تفره نری، به خودت نگی حال ندارم، حوصله‌اش کجاست، بلکه باید بگی فقط 8 ساعت کاره. مابقیش مال خودمه، سهم خودمه و من برای خودم زندگی میکنم. این سهم منه که مابقی روزم رو بسازم. پس میگیم فقط 8 ساعت کاره.